رسامی زبان احساسات هست، جایی که دل با خط و رنگ صحبت می کند. با سلام و درود خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوار هستم که همگی شما نازنینان جور و صحتمند باشین. خب دوستان عزیز، قسمی که میفهمین مهمان این هفته ما یک دختر خانم با استعداد و هنرمند هست. در ادامه برنامه با ما باشین و با خودشان بیشتر آشنا شین و از زبان خودشان بشنوین. زهرا جان خوش آمدی و برنامه ما. میشه خودت به دوستان معرفی کنی؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت یک شما عزیزان و زهرا سلیمی هستم، مهمان برنامه صدای نخبگان. خیلی عالی زهرا جان، باز هم خوش آمدی به برنامه خودت. زهرای عزیز، رسامی از چه وقت وارد زندگی خودت شد و اولین آثاری که کشیدی چه احساسی داشتی؟ زمانی نقاشی رو شروع کردم که خرد بودم و اولین آثار من خیلی عالی. یعنی اولین آثار تمی بوده که خودت رسم کردی؟ زمانی که رسامی میکردی چه احساسی داشتی زهرا؟ حس خوبی داشتم، چون نو شروع کرده بودم و آدم که نو شروع کنه کارش قدر خوب نیست و من خیلی خوشحال شده بودم که ایره کشیده بودم و از دل من اومده بود. خیلی عالی. زهرا جان، چه چیزی باعث شد که خودت رسامی را جدی تر دنبال کنی؟ چیزهایی که به زبان نمیتونستم بگویم، مثلا وقتی که ناراحت بودم، خوشحال بودم یا وقتی که گیج بودم با رسامی میتونستم بیان کنم و این باعث شد که رسامی را جدی تر بگیرم. بیشتر خودت به کدام سبک‌های رسامی علاقه‌مند هستی؟ سبکی که مرا محدود نکنه و بیشتر چیزهای تخیلی که از ذهن خود میسازم نقاشی میکنم و زیاد از روی نمونه ها کار نمیکنم. خیلی عالی. زهرا جان، معمولاً وقتی که میخوای رسامی را شروع کنی چگونه آغاز میکنی خودت؟ اول از اسکیچ شروع میکنم و بعد به پرداز و چیزا میرسم. خیلی عالی زهرا جان. رسامی چی تأثیری بر روح و روان خودت داره؟ رسامی میتونم به رسامی چیزایی که نمیتونم بیان کنم میتونم بنویسم و این باعث میشه که اعتماد به نفس من رو بالا ببره و کمک زیادی به اعتماد به نفس من میکنه. در مسیر رسامی چی چیزی برای خودت سخت بوده زهرا تا فعلا؟ ناامید شدن است. وقتی که انسان نمیتونه یک چیزی رو بکشه و دوباره تلاش میکنه که بکشه که خوب نشد خیلی سخت است. دقیقاً. زهرا جان، دوست داری جوانان و نوجوانان با دیدن اثر خودت چی احساس برشان دست بده؟ انسان نباید هیچ وقت ناامید شوه و هر کس با تمرین و دوباره کشیدن خوب میشه و میتونه انسان نقاشی زبان دومی آدم است. چیزی که نمیتونه آدم بیان کنه میتونه با نقاشی بکشه و حس خوب به آدم بده و احساس سبکی میکنه آدم. احساسات خود بیان کنه. خیلی عالی زهرا جان. باز هم خوش آمدید زهرای عزیز به برنامه خودت. خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه یهی هفته. تا هفته آینده شما را به الله پاک میسپارم. الله یار و نگهدارتون.